ایرانی بودن همیشه یه سری دغدغه‌های خاص خودش داره. یکی از اون دغدغه‌ها اینه که شما وقتی میخوای از یه اپی اکانت پریمیوم یا اورجینالش رو بخری دچار مشکل میشی. امروز با هم هستیم تا این مشکل رو حل کنیم. سلام، از کانال آقای میم کنارتون هستم. همونجور که بهتون گفتم وقتی که میخوای یه اکانت پریمیوم از یه سایتی یا یه اکانت اورجینال بخری، یه سرچ ساده که تو گوگل میکنی متوجه میشه قیمت‌ها خیلی فضاییه. اینقدر فضاییه که اصلا هیچی دیگه. حالا چیکار کنیم؟ من خیلی گشتم تا یک دوست نازنینی رو پیدا کردم که یه سایتی داشت به نام اکانتیاب. این سایت اکانتیاب یه سری از ابزارهای سئو، یه سری از ابزارهای گرافیکی، سایت‌های گرافیکی که شما میتونی فایل اورجینال از توش دانلود کنی و خانواده ادوبی رو میتونید کامل اورجینال داشته باشی رو با قیمت خیلی پایین، خیلی اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی خودتون اگر قیمت‌ها رو تو این سایت ببینین قابل مقایسه نیست. در اختیار من قرار داد تا با شما شیر کنم. و یه خبر خوب دیگه ای که براتون دارم، یه کد تخفیف به من داد مستر میم 10 که براتون تو دیسکریپشن هم میذارم. خیلی راحت تر از اون که فکر کنید، قیمت‌های پایین اینا یه تخفیف 10% هم براتون میخوره. حالا یکی از اکانتاشون که خیلی برای من خودم مهم بود و استفاده کردم خانواده ادوبی بود. یعنی پریمیر، افتر افکت، الیستریتور و فتوشاپ رو به صورت اورجینال در اختیارتون قرار میده. اگر میخواید با ایمیل شخصیتون واسهتون اکتیو میکنن، اگر نه خودشون بهتون ایمیل و پسورد میدن. تمام هوش مصنوعیاش در اختیار شماست. دیگه لازم نیست بری فایروال ویندوز رو ببندی که دسترسی اینترنت رو به خانواده ادوبی بسته بشه که نخواد خودش رو آپدیت کنه یا از شما اکانت نخواد. خیلی راحتتون میکنه. من خانواده ادوبیشو امروز براتون نصبش رو میگم و 2 تا راهکار داره برای نصب کردن. یکی این که شما بیاین از طریق خود ادوبی کلاود دونه اینستال کنید، یعنی یه بار دانلود کنه و نصب کنه رو سیستمتون. یکی که این به صرفه نیست برای ما ایرانی‌ها، چون باید فیلتر شکن روشن باشه. ساده ترین راهش اینه که خیلی راحت سایت صاف 98 آخرین ورژن اون برنامه‌ای که می‌خواید رو نصب کنید، بعد ساین این کنین و خیلی راحت وصل میشه به اکانتی که دارید. وقتی وارد سایتشون میشه قسمت‌های مختلفی داره که شما متناسب با سلیقه‌ای که دارین میتونین برین تو اون قسمتی میخواید و اکانت مورد نظرتون رو انتخاب کنید. مثلا برای سئو کارا مازو داره، اچرفو داره. خیلی راحت ادوبی رو انتخاب میکنید، 1 ماه رو میزنید، افزودن به سبد خرید رو میزنید. اگر بیشتر از 1 ماه خواستین خیلی راحت به واتساپشون پیام میدید که لینکش تو سایتشون هست و میگید تعدادش رو بیشتر کنه. خب امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشید. لطفا ما رو ساب کنید، اون زنگوله کنار رو بذارید، لایک هم کنید این پست رو.